حتما شنیدید یوتیوب دیگه از ایران قابل استفاده نیست چون VPN ها را شناسایی میکنه و اجازه محاسبه ساعات تماشا به اونها نمیده و همین باعث میشه یوتیوبرهای فارسی نتوانند دیگه درآمدزایی کنند. خب راه حلی هست برای این کار؟ بله. راه حلش خرید و نصب مخفیانه یک کیت استارلینک هست. میتونه مدل کوچک مینی باشه که حتی پشت بام لازم نداره و با نصبش داخل اتاق و چسباندنش به گوشه شیشه پنجره میتونه از پشت شیشه پنجره بسته وصل بشه به ماهواره و برای آپلود ویدیوی شما کافیه. جالبه، نسبت قیمتش به درآمدی که ایجاد میکنه هم زیاد نیست. خب این خطر شناسایی نداره؟ خب خریدش مثل تجهیزات ماهواره باید از افراد مطمئن و با دادن کمترین اطلاعات انجام بشه. مثلا پول کیت و پیک را با رمز ارز ناشناس به حساب فروشنده بریزید و میتونید از طریق تلگرام به طرف بگید کیت رو در کارتون دومی بگذاره و ببره تحویل یک پیک موتوری مطمئن که از طرف شما تعیین میشه بده و بره. بعد با پیک موتوری بدون کالر آیدی یا با تلگرام تماس بگیرید و بگید اگر بسته رو دریافت کرده اونو بیاره و در لابی ساختمان شما بگذاره و بره. بعد هم یک لحظه دوربین را کاغذ بچسبانید و برش دارید. در یک آپارتمان با 10 واحد خیلی سخته بفهمن چه کسی کیت رو خرید. و تجربه نشان داده اینقدر هم پیگیر نیستند چون هزاران نفر همین الان مثل دیش ماهواره کیت استارلینک هم دارند. جالبه. موقع استفاده چطوره؟ آیا راهکاری هست موقع استفاده دولت نفهمه؟ چند توصیه فوق امنیتی و وسواسی هست. مثل اینکه اگر خیلی میخواید مخفی بمونه و حتی به همسایه ها اعتماد نکنید، اونو با کابل شبکه استفاده کنید و هرگز وای فای اونو روشن نکنید تا از شناسه وای فای کسی شک نکنه کسی در اون نزدیکی استارلینک داره. خودشو که پشت یک صفحه مات به شیشه پنجره بسته میچسبونید که دیده نشه از بیرون. اطلاعاتش هم که با کابل شبکه میگیرید به جای وای فای، دیگه تقریباً احتمالی برای لو رفتنش نیست. اینجوری هزینه ماهیانه اینترنت و VPN ندارید دیگه. باهاش میتونید مجانی فیلم‌های یوتیوب هم ببینید، جدا از آپلود فیلم‌های خودتون و کسب درآمد دلاری. طبق آخرین آمار چند نفر در ایران با استارلینک وصل هستند به اینترنت؟ طبق آخرین اخبار خود استارلینک، تعداد کسانی که از داخل ایران به استارلینک وصل هستند بیش از 100,000 نفر شده و پراکندگی اون نشون میده تقریباً از همه شهرها هستند. مجازاتش در بدترین حالت چیه؟ منظورم اینه اگر دولت بفهمه و مثل ماهواره نیروی انتظامی وارد بشه و اونو ضبط کنه. خب مجازاتش اخیراً به بهانه جنگ 12 روزه افزایش یافت، اما باز هم در حد 6 ماه حبس تعزیری است که حبس تعزیری یعنی با پول میشه خریدش. نهایتش میشه همون ضبط تجهیزات و سپس پرداخت جریمه نقدی. اما تا به حال با وجود بیش از 100,000 کاربر گزارشی از برخورد با استفاده کننده نبوده و ظاهراً اراده‌ای هم پشتش نیست، طوری که در اینستاگرام و تلگرام فارسی خیلی ها مشغول خرید و فروش هستند و تا مدل جدیدی میاد هم سریع در ایران قابل دسترس هست. از داخل خودرو هم شنیدم میشه استفاده کرد. بله، تقریباً تمام مدل‌ها این قابلیت را دارند که از داخل خودرو بشه استفاده کرد. برای کسانی که در خانه هیچ جوره موقعیت استفاده ندارند، گزینه خوبی هست. اونو میشه تو کوله پشتی همراه لپتاپ گذاشت، خصوصاً مدل کوچکتر مینی را، و هر جا لازم شد چند دقیقه خارجش کرد و استفاده کرد. تمام اینها به نسبت درآمد دلاریش ارزش داره. اخیراً هم که قیمت اشتراکش خیلی ارزون شده و مثل سابق نیست. الان ارزانترین تعرفه ماهانه استارلینک الان $50 آمریکا هست. پلن روم 50 گیگابایت که برای استفاده پورتابل با دیش مینی مناسبه، ولی دیتاش محدوده و بعدش باید اضافی بخری. پلن‌های رزیدنشال معمولاً از $80 شروع میشن. رزیدنشال لایت با دیتای نامحدود ولی سرعت کمتر در ساعات پیک. کوچکترین دیش هم استارلینک مینی هست که قیمت فعلیش $229 آمریکا هست با تخفیف‌های اخیر. قبلا $299 بود. حالا با نرخ دلار بازار آزاد ایران حدود 130,000 تومان برای هر دلار، تعرفه $50 تقریباً 6,500,000 تومان در ماه. دیش مینی $229 تقریباً 29,770,000 تومان در ماه برای شما تموم میشه. گرفتم، عالیه. سپاس از راهنمایی. راستی این کانال رو اگر سابسکرایب بشید در مورد استارلینک و مباحث تکنولوژی آپدیت میشید. 1, 2, 3, let's go!
نمیشه اما با مکافات و انقدر شده رفته به هیهات دایره میچرخه و اصاب داغونه کسی از فاز اپلودا نمیدونه نه پینگ درستی نه اپلود نابی نشستیم توی خونه با استرابی آها یوتیوبره با حال فارسی دیگه تموم شده اون بی حواسی ببند ویپن و بنداز توی سطل بخر ستارلینک و پیدا کن راه حل بخر ستارلینک و پرواز کن دوباره کسب